حجت الله فغانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در مراسم تجلیل از 37مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دوشنبه گفت که روابط دو ملت برادر و همریشه ایران و تاجیکستان روابط عمیق و گسترده است و این پیوند گوشت و ناخن می باشد که کسی یا چیزی نمی تواند اینها را از هم جدا کند. سیراج‌الدین اسلف وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن ارائه تبریکات رهبریت عالی کشور به حکومت و مردم دوست و برادر ایران اظهار داشت که مردمان همزبان و همفرهنگ ما در راستای ارزش‌های مشترک و به زوال معنوی و فرهنگی طولانی ترین راه تاریخی انسانیت را با هم بپیمودند و در رشد تمدن جهانی نقش ماندگار خود را گذاشتند. اسلف با تاکید به همکاری‌های سودمند هر دو کشور در زمینه تطبیق طرح‌های انرژی و زیرساختاری و علمی و فرهنگی، همچنین همکاری‌های ایران و تاجیکستان را در سطح بین‌المللی و منطقوی گسترده ارزیابی کرد و گفت ما صمیمانه امیدواریم که در آینده نیز در زمینه همدیگر فهمی، باوری و حسن و نیت مناسبت‌های عنعنوی دوستانه و روابط مفید طرفین در ساحه‌های مختلف همکاری و منفعت مردمان هر دو کشور توسعه خواهند یافت. جمهوری تاجیکستان برای گسترش این مناسبات کوشش‌های ضروری را به خرج می‌دهد. تاکید روابط سودمند تاجیکستان و ایران از سوی وزیر امور خارجه تاجیکستان و سفیر ایران در دوشنبه در حالی است که چند پیشتر وزارت خارجه تاجیکستان در پی دعوت محیدین کبیری رئیس فعالیتش ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان به تهران برای اشتراک در همایش وحدت اسلامی، سفیر ایران در دوشنبه را احضار کرده به دست او نامه اعتراضی جانب تاجیکستان را سپرده بود.